آقای دکتر علیرضا گلپایگانی، تهیه کننده و کارگردان و عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای گلپایگانی خیلی خوش اومدین. ارزیابیتون از سطح کیفی این مجموعه‌های پویانمایی چیه؟ مثلا ما میتونیم بگیم یک جریان مستمر قوی داریم الان برای تولید یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. و جوابتون مثبته. اگر حتی خیلی دور هم نریم، ساعت چند دو دهه اخیر رو مورد مطالعه قرار بدیم، شاهد رشد کمی و کیفی تولیدات انیمیشن‌های انبوه هستیم. این ماجرا با شکل‌گیری مرکز سبا در صدا و سیما یه شکل بسیار جدی رو به خودش گرفت و صراحتاً میتونم بگم که تونسته در حد و توان خودش بخشی از اون خلایی که در پخش انیمیشن های صدا و سیما داره رو پر کنه، اما کافی نیست. یعنی حرکت بسیار رو به جلویی هست، ولی شاید نیاز و شرایط ایجاب بکنه که این تولیدات افزایش پیدا بکنه، هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی. آقای گلپایگانی، نقاط قوت اون تو این زمینی چی هستش؟ مثلا به لحاظ فنی یا حتی به لحاظ محتوایی؟ به طور مسلم به خاطر همین تقاضایی که در واقع از طرف سازمان صدا سیما شکل گرفت، در واقع ایجاد یک شغل و یک حرفه در جامعه هنری به نام شرکت‌های تولید انیمیشن شکل گرفتن و عملا حرکت بزرگی که اول شاید من بهش میتونم اشاره بکنم این است که جامعه انیمیشن ایران مدیون مجموعه سازی در صدا و سیماست. به این معنا که چون تقاضا ایجاد شد، عملاً به خاطر این تقاضا در واقع شروع شد به تولیدات و تربیت نیروهای انسانی برای انجام این کار و اون ذهنیتی که شاید از قبل حالا به هر شکلی در جامعه هنری وجود داشت که ظاهراً نمی‌شود با مثلا انیمیشن‌های خارجی رقابت کرد و یا جلب مخاطب کرد، عملاً به نظر من این تابو شکسته شده و برخلاف اون ذهنیت تونسته مجموعه انیمیشن ساخت داخل مخاطب و علاقمندای داخلی خودش رو هم پیدا بکنه. اما همونطور که اشاره کردم بسیار نیاز هست که این هم از نظر فنی، یعنی باعث شد که نیروهای فنی ما با تجربه بشن، شرایطی به وجود بیاد که در حد من دور نمیبینم، یعنی تولیدات مجموعه ما از نظر فنی خیلی فاصله نداره با مجموعات بین‌المللی، ولی و همچنین محتواها که به نظر من اهمیت خاصی دارن، یعنی که با فرهنگ و هویت ایرانی اسلامی ما تطابق داشته باشد. چون به هر حال قبول بکنیم که اینها خوراک ذهنی برای به ویژه کودکان و نوجوانان ایجاد میکنن و مثل یه غذاست، یه غذایی که الان برای جسمه شما باید مطمئن باشید از سلامتش، از استاندارد بودنش، از مسائل این چنینی. به نظر من این اتفاق رخ داده، اما هنوز یعنی تازه جامعه به این نیاز رسیده که ما نیاز به خوراک فرهنگی با هویت با محتوای داخلی خودمون داریم. آنچه که بعد اتفاق بیفتد که این محتوای داخلی خودمون رو بین‌المللی بکنیم. این چیزیست که به نظر من یه مقدار مورد کم توجهی قرار گرفت. خب دیگه به چه چیزی نیاز داریم برای بهبود بیشتر در این حوزه؟ ببینید، از گل قضیه من احساس میکنم که یک اعتمادی باید صورت بگیره. من این رو به عنوان کسی که هم این مقوله رو تدریس میکنم، هم در واقع نیروی انسانی برای این جامعه صنعت هنر انیمیشن تربیت میکنم و همین که خودم هم در شرایط تولید این مقوله هستم، احساس میکنم که یه مقدار کم اعتمادی وجود داره، یه مقدار محدودیت ها و چارچوب هایی که برای تولیدات انیمیشن هم از نظر اقتصادی و هم از نظر موضوعی و محتوایی. من فکر می‌کنم مدیران ما باید این هیته رو یه مقدار بازتر بذارن. ما خیلی از موضوعاتی داریم که فکر می‌کنیم الان بچه‌های ما، بچه‌های من، شما و همه دیگران می‌بینیم که چقدر علاقه‌مندن به یک سری قهرمان‌های در واقع متفاوت با فرهنگ و هویت ما و جذاب هم هستن. اصلا شک نکنید اینو نمیشه انکار کرد. فوق‌العاده اونها جذاب هستن. آیا انیمیشن ایران توان تولید انیمیشن‌های جذاب و مورد علاقه مخاطب داخلی خودمون رو نداره؟ تجربه ثابت کرده که هست. شاید اون ایجاد اون چارچوب هایی که برای موضوعات قائل میشن، برای اون سفارشات، چون به هر حال انیمیشن مجموعه سازی نیاز به سفارش داره، ولی به نظر من تولید کنندگان این مجموعه ها خودشون معلمای فرهنگی این جامعه هستن. امکان داره اشتباه هم بکنن، اجازه بدیم که خودشون رو ارتقا بدن. به نظر من این اتفاق باعث میشه که تولید کنندگان ما، نویسنده های ما، کارگردان های ما بتوانند با شناختی که از ذائقه و
شناختی که از مخاطب داخلی دارن بتونن مجموعه‌های درست بکنن که واقعا در اون آینده‌ای که همیشه ما امیدش داریم که عروسک‌هاش، کتاباش، اون همه چی فرهنگ ایرانی باشه. بله همه اینا باشه و اینقدر این قوی و گسترده باشه که من بلا شک میتونم بگم در حیطه جغرافیایی مثلا منطقه ما میتونیم حرف اول بزنیم. من قبل از اینکه بخوام افقش رو خیلی بلندتر بگیرم، حداقل به خاطر نزدیکی که ما با هویت و فرهنگ منطقه داریم و به نظر من در این زمینه حرفی برای گفتن داریم، میتونیم از این بابت جایگاه ویژه‌ای رو در محصولات فرهنگی منطقه داشته باشیم. حالا من سوالم اینه که ما پویانمایی برای بزرگسالان هم داشتیم، برخی از کارهای خود شما، مجموعه طبع منظورم، یا مثلا مجموعه شکرستان. نمونه‌های خارجی هم خب همونطور که خود شما هم گفتید که برخیش تو اینجا هم معروفه، مثلا عصر حجر یا همین سیمپسون ها. بله ما تولید الان مجموعه پویانمایی میتونیم باز هم برای بزرگسالان داشته باشیم؟ بله جواب 100% مثبته. اصلا هنر مثلا ما بگیم نقاشی فقط مال بچه‌هاست، اصلا اینطوری نیست. انیمیشن هم همینطوریه. آره ولی خیلی کمه. بله اینا بازم من برمیگردم به اون سیاست‌های مدیران. یعنی این جایگاه هنوز حتی تو صدا سیما به نظر من هنوز جا نیفتاده که مثلا ما یه انیمیشنی داشته باشیم که ساعت 9 شب پخش بشه، یعنی یک مجموعه ساخته بشه با مخاطب. ببینید انیمیشن به خاطر ساختارش یه جور احساس اطمینان و امنیت برای مخاطب ایجاد میکنه. این موضوع فقط مال بچه‌ها نیست، انیمیشن قطعاً برای بزرگترها هم ساخته میشه. حتی جهت اطلاع میدم گردش مالی که برای تولیدات انیمیشن برای بزرگسالان در دنیا هست چندین برابر انیمیشن سازی برای بچه‌ها. خیلی از جشنواره‌های سینمایی معتبر دنیا اساساً خود من حتی شاهدش هم بودم، مثلا با یه فیلم اصلا سینمایی پویانمایی در واقع من به صراحت بگم، حالا چون بحثمون در مجموعه است، اصلا فیلم‌های سینمایی انیمیشن بالای 90% برای بزرگتراست، بچه‌ها هم می‌بینن. همه انیمیشنایی که الان شاخص شدن اسم میتونیم ببریم از اونایی که جایزه گرفتن یا مثلا پرفروش هستن، اصلا برای بچه‌ها نیستن و ما اینو غافل بودیم. یعنی ما از این بابت که فکر می‌کنیم یه محدوده گذاشتیم که انیمیشن فقط برای بچه‌ها تولید بشه. من جایگاهی نمیدونم، نمیگم حالا اتفاق نمیفته. چرا؟ همین شکرستانی که اشاره کردید، همین بعضی مجموعه دیگر ما حتی می‌دید که مخاطب به راحتی اصلا موضوعاتش برای مخاطب بزرگترن. بچه‌ها نگاه میکنن به خاطر گرافیکش، به خاطر اون فضای شادی که داره، ولی موضوع و محورش بزرگتره. به نظر من جای خالی خیلی بیشتر از اینی که شما، یعنی ما الان داریم در آنتنامون نگاه میکنیم، ما نیاز به انیمیشن بزرگترا داریم و این جایگاه قابل هم نیروی انسانیش، هم تفکرش و هم امکاناتش فراهم هست. چرا تقاضا نمیشه؟ فکر میکنم اون شناختی که باید باشه که سفارش داده بشه که آقا این دفعه شما مجموعه‌ای بسازید با مخاطب بزرگتر. ما موضوعات خاصی داریم، موضوعاتی که در فیلم زنده به راحتی نمیشه بیانش کرد. از مسائلی که مربوط به خانواده است، مربوط به مسائل درونی و شخصی و روحی روانی هست، بهترین امکان و بهترین ابزار انیمیشنه که میتونه به جای اینکه الا بیننده رو بترسونه یا مثلا نگرانش بکنه، چون فضای انیمیشن یه فضای دوست داشتنی و کم خطر به نظر میرسه، میتونه موضوعات خاصی رو که شاید متریال زنده یه خود محدودیت داره یا منعی داره یا احیانا راحت نمیتونه با مخاطب برگزار کنه، اینو به عهده انیمیشن بذاره. آیه گلپایگانی به لحاظ فیلمنامه ضعف داریم تو این حوزه یا نه؟ طبعا شک نیست، این رو کسی نمیتونه انکار کنه. علتش هم این است که شاید ما اینو سرمایه‌گذاری نکردیم. شما رو هر چیزی که سرمایه‌گذاری نکنید نمیتونید انتظار برداشت داشته باشید. خب یه خورده اینو فکر می‌کنیم ذوقیه، یعنی فکر می‌کنیم که اینا باید توی قاعده و ذائقه یک نفر باشه، خود به خود خودجوش به وجود اومده باشه و بعد ما استفاده کنیم. من به صراحت میتونم بگم اینطور نیست. یعنی ما نیاز به همه اینها فن داره. آیا مدرق نیاز داره که اینها آموزش داده بشن. اینا فقط سلیقه نیستن. ما برای رو فیلمنامه سرمایه‌گذاری نکردیم. همونطوری که میتونم بگم، حالا شاید درست نباشه، ولی پایین‌ترین هزینه‌ای که ما در تولید انیمیشن انجام میدیم، یا فکر می‌کنم اغلب قضایا فیلمنامه است. در حالی که درست معکوس باید باشه. یعنی فیلمنامه‌نویس باید بالاترین، یعنی نزدیک کارگردان، باید حق حقوق فیلمنامه داشته باشه. چون شما برای میگید آقا طرف تو خونش نشسته و چند صفحه تایپ کرده یا مثلا نوشته، از ذهنش استفاده کنه، متریالی استفاده نکرده، شما از نظر اقتصادی اون رو در کمترین جایگاه قرار میدید. دقیقاً قضیه برعکسه. اگه ما بتونیم فرهنگ رو چه در عرصه تولید و عرصه صنعت هنر انیمیشن جا بندازیم، اون وقت شاید افراد بیشتری راغب بشن. من فکر می‌کنم تو مقوله مجموعه سازی و سریال سازی زنده تقریبا به این قضیه رسیدیم، اما تو انیمیشن هنوز فاصله داره. خب ما الان خیلی دیگه فرصت زیادی نداریم، حدود 1 دقیقه. های گلپایگانی، از معماهای فرید چه خبر کار خود شما؟ خواهش می‌کنم. با توجه به ساختاری که ما با همین ذهنیت، یعنی در واقع ذهنیت این بود که یه اکیوسان شرقی هم داشته باشیم. ما اکیوسانمون شخصیت محبوب بچه‌هامون ژاپنی نبود حداقل. فرید شکل گرفت
و تلاش شد. بازم میگم بعد فرصت داشته باشه. قبول کنید که تعداد زیاد میتونه تاثیرگذاری داشته باشه، در تعداد کم نیست. سری جدیدش، سری سوم و چهارمش در واقع در حال تولیده و سعی شده که کار جذاب‌تر باشه اگر شرایط و محدودیت‌ها هم اجازه بده. یه مقدار موزیکال شادتر تا بتونه با مخاطب کودک بهتر ارتباط برقرار. و پهلوانان سری آخرش در حال اتمام هست، ان شاءالله تا پایان شهریور اتمام پیدا کنه، ولی فکر کنم تا آماده سازیش ما ان شاءالله سری آخر رو در نوروز 1404 پخش خواهیم کرد. خیلی متشکرم از گفتگویی که داشتیم و پاسخی که دادین.